بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد والموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا يوجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. نعم. صاحب متن می‌فرماید اصل ششم رد شبهه است که یعنی این اصل درباره رد همون شبهه میکند که آن را شیطان درباره ترک قرآن و سنت و پیروی از رأی خواهشات پراکنده گوناگون گذاشته است. یعنی همین شبهه را شیطان پرداخته، خصوصا در میان مردم مسلمان آسیایی میانه پرداخته است که باید که به قرآن و حدیث عمل نکنیم، این مذهب چیزی گفت همه خیلی کنیم، و آن از این عبارت است که قرآن و سنت را جز مجتهدی مطلق کسی نمیداند. و مجتهد کیست؟ مجتهد او کسی است که خیلی که در درس‌های گذشته گفتم دارای چنین و چنان صفات‌ها باشد که شاید آنها را اساساً در اصل در ابوبکر و عمر و پرگی یافته نشود، اون شرطایی که شرایطی که به ذکر میکنند. پس اگر انسان چنین نباشد همچون فرض حتمی است که از آن دو روی بگرداند. در این نه یگان شکست و نه یگان اشکال. کسی هدایت را از آن دو جوید، پس به خاطر دشوار فهمیدن آن دو او یا زندیق است یا دیوانه است. یا نام خیلیش میگفتن. فسبحان الله و بحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. پاکی الله راست و ستایش او راست. چقدر الله سبحانه و تعالی در رد این شبهه های لعنت شده، یا که این شبهه لعنت شده، هم در شرع و هم در قدر و هم در آفرینش و هم در امر از جهت‌های گوناگون بیان و روشنی فرموده است که به حد ضروریات عامه رسیده است. یعنی هم جا هم فهمیدگی است که باید که شبهه دار نباشی انسان نسبتی این دو، ولی بیشتری مردم نمیدانند چقدر که الله تعالی فرمودگی است. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. واقعا سخنی الله بر بیشترشان تحقق یافت، یعنی واجب شد دیگه است. مراد از سخنی الله یعنی عذاب و ایمان نمی آورند و ما برگردنهایشان تا زنخها غولها نهادیم، چنان که سرهایشان و بالاست و پایین آورده نمی توانند، یعنی سرشون پایین کردن نمی توانند. در برابرشان دیواره کشیدیم و در پشت سرشان دیواره و بر چشمانشان نیز پرده افکندیم، پرده کشیدیم تا نمی توانند دید. چرا؟ حقیقتا نمی بینند. تفاوتشان نکنه، یعنی برای فرق نداره چی آنها را بترسانی و چی نترسانی، ایمان نمی آورند. تنها تو کسی را بیم می دهی که از قرآن پیروی کند و از رحمان در نهان بترسه، نه الله را ندیده در غیب ترسد. چنین کس را به آمرزش و مزد گرامی مژده بده. این خیلی آدم ها را میتونید تو خبری خوش دهی
وآخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا إلى يوم الدين. می‌فرماید این است پایان این رساله و تمامی ستایش را خاص برای الله است که پروردگار جهانیان است و الله درود بفرستد بر پیشوای ما محمد و بر خاندان و صحابگانش و سلام بفرستد، سلامی بر زیاده را تا روزی جزا. نعم. وقال المعلق تلميذ الشيخ حفظه الله تعالى الشبهة درباره الشبهة قام يزناد كنون من الأصل السادس رد الشبهة كذا شبهة رد نزل الشبهة كما ذكرها الجرجاني في كتاب التعريفات. شبهة شخليك وأنا الجرجاني در كتاب التعريفات ذكر كرسيس إنها في الأصل هي ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا. يعني در اصل اون چی را شبهه میگن که وای چی حرام بودنش هم انک شدگی نیست و حلال بودنش. و تطلق هنا و یراد بها جعل الباطل في صورة الحق. در اینجا شبهه با کدوم معنا آمده است که این شبهه را شیطان در بین مردم رواجدار کرده است. در اینجا معنی داد کرده می شود شبهه را و مراد از آن باطل را در صورت حق قرار دادن. باطل چنان زینت و آراستش میکنن که مردم او را همچون حق قبولش میکنن. و هذه حجت كل مبتل من شیاطین الانس والجن. این حجتی تمامی اهل باطل است، خواه از اهل شیطان ها باشد، خواه از یا که از طایفه شیطان های انسان ها باشد یا که از شیطانی از طایفه جن ها باشد. ان من الذنوب ما هي شهوات. چون که بعضی ذنوب یعنی بعضی گناه ها گناه شهوتی است، یعنی گناه هست که از پشت شهوت سر میزند. با یک گناه دیگه از پشت شبهه. با دو اسلوب یعنی شیطان مردم گمراه میکنه حتی به درجه کفر برده میرسه به طریق شبهه یا که شهوت. و منها ما هي شبهات میفرماید از جمله گناه ها با شبهه را میشه. فالشهوات اعني بها فعل الاشياء المحرمه المعلومه من الدين بالضروره. یعنی شهوت مراد از آنها انجام دادن چیزهایی را که و یا چی هستن ان خاصا حرام بودنشون در دین به ضرورت یعنی واجب هست. اینه همه میداند که تحریم شرب الخمر مانند حرام بودن شراب عرق نوشی و فعل الزنا و حرام بودن زناکاری کردن و لیوات کردن عمل قومی لوط کردن او التهاون بالصلاه یا که نسبت نماز به اهمیت و بی پروایی کردن او بغیر ذلك من المعاصی و دیگر غیر از این دیگر معصیت ها. و هی التي قال الله تعالی فيها. این همان گناه است که یعنی همون گناه شهوت است که الله سبحانه و تعالی در مورد آن فرمود فخلف من بعدهم خلف. بعد از اونها یعنی پس از اونها با یک طایفه انسان‌های میبیان که اضاعوا الصلاه نماز چیکار میکنن؟ ضایع میکنن. ای اضاعت اوقاتها وقتاشو میگذرونن. و عدم القیام بحقوقها حقوق نماز رعایت نمیکنن، نه شرطش نه واجبش نه رکوع نه سجودش. و اتبعوا الشهوات پیرو از خواهشات نفسانی میشن، شهوت میشن. ای این همکو فی المعاصی والمستلذات یعنی غرق میشن، غوطه میزنن در معصیت و در چیزهای لذت و بمزه. فسوف یلقون غیا. اینها دوچار غی میشن یعنی هلاکت و عذاب. الا من تاب و آمن و عمل صالحا. جز آن کسانی که توبه کنند و ایمان بیارند و عمل صالح بکنند اینا استثناء. فاولئک يدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. چنین انسان ها به جنت داخل میشوند و ذره ایشان را که ظلم کردن نمیشوند. و اما الشبهات فهي التي يوردها اعداء الدين على بعض المسلمین. اما شبهه ها باشند و یا همان شبهه هایی می باشند که دشمنان دین وارد میکنند می پرتویند بالای بعضی مسلمان های بی علم و بی سواد لتزیین باطلهم من بدع. یعنی برای خاطر زینت دادن باطلشان را
همون باطلایی که دارن هوای زینت دادن میگیرن و باطل اونا از چی عبارت میشه؟ از بدعت، از خرافات و کفریات. بعضی کفرشون چیکار میکنن؟ زینت میدن. او بغیر ذلك من المعاصی، که غیر از این دیگر معصیت ها، التي دون ذلك، از اینا با پایان تر و کمتر. و القاء المتشابه من القول على بعض المسلمین، و سخنهای شبه آوره بالای بعضی مسلمان ها میفرستونن، میپرتوین مسلمان ها با چی؟ در فکر و در چی؟ در شبه میافتن. لیقعوا فيما دعوا الیه من الضلال، تا اینکه مسلمان ها چیکار کنن؟ گرفتار شوند در اون دعوت زلالتی که چه دشمنان دین دعوتشون میکنن. یعنی برای خاطر سعید کردن مسلمان ها. من مثلا خیلی که یک تاجیک مسلمانی که چی گفته است که من الحمدلله گفته است خودم خوشبخت حس میکنم از بوزه که اسلام پرتافته چی شدم؟ کریشنا شدم. گفته یعنی که خورد و خوراکم هست، اما زندگیم تین شده. من گرسنه موندم، تشنه موندم، هیچ کی یگم مسلمان من یاردم نداد، نه زینا اومدم چی یاردم داد. اما خیلی انسان ها هستن. دل على ما قلناه من الحذر من الشبهات التي يلقيها اعداء الاسلام على بعض المسلمين. یعنی دلالت میکنه با اون سخنی که ما گفتیم چی؟ یعنی احتیاط کردن از شبهه هایی که وایها رو دشمنان اسلام میپرتن بالای مسلمان ها. از اینا باید که انسان احتیاط کند، خصوصا علم نداره باید که نزدیک نکنید. بعضی تاجیکا در روسیه بیبل خون شدن، تورات انجیل خون شدن. ما هم خواهد میخوانیم، این هم کتابی الله میگه. نعوذ بالله. اینه به این سخنی ما دلیل میشود آن چیزی که وارد آمده است در مسند امام احمد و ابو داود و لفظ از آن ابو داود است، به اسناد صحیح، اسناد درست آمده است. صححه الشیخ الالبانی رحمه الله، شیخ البانی درستش گفته فی المشکات، در مشکات، من حدیث عمران بن حسین، یحدث از حدیثی که آمده است عمران بن حسین که او نقل میکند. گفت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر علیه الصلوة والسلام چنین فرمود: من سمع بالدجال، کسی که دجال آمده را شنود، دجال علیه، فلینع عنه، از وی دور شود. همین فهمد که دجال آمده گریزد از وی، چون دجال یک چیزایی نشون میدهد، یک سخنایی میگوید که فوالله ان الرجل لیاتیه، قسم به الله انسان به نزد همون دجال میبیاید، بعضیش نمیگریزد، میبیاید که ببینیم کیه. او بعضی آدم مثلا اجازه جنجال میشد، میخیز میدود میرد تماشا میکنه. قسم به الله میگوید پیغمبر علیه السلام انسان به نزد اون دجال میآید و هو یحسب انه مؤمن، خیال میکند که مؤمن است، زیرا که سخنهای زیبا میزند، گپای خوب میزند. فیتبعه، پشتش راکی میشه، در صفش پیوست میشه. مما یبعث به من الشبهات، یعنی برای خاطر چیه؟ از جهت همون شبهه هایی که قطعش آورده، او لما یبعث به من الشبهات، یا که پشتی همون روایت همون گفت، یعنی پشتی همون شبهه هایی که پیشنهاد میکنند تیز فریفته میشه، چی کار میکنند؟ در صف او پیوسته میشه. برای خاطر من اهل بدعت اند به اونها شستند قطعیاً معنی است، با خصوصا بیدین ها یا که از دینتون بیگونه کسان اونها شستند قطعیاً معنی. یک شبهه ها رو میپرتون که مثال گیریم علم داشته باشید چیکار میکنند؟ قلب توی داغ و یک شبهه میشه و در نسبت دین حق خودت. و من تلك الشبهات ما اورده اعداء التوحید فی هذا الاصل، و بعضی از اون شبهه هایی که دشمنان توحید در این اصل، در اصل ششم چقدر که فرمود صاحب متن، همین شبهه است. من الدعوه الى ترک العمل، دشمنان اسلام یا که دشمنان توحید دعوت کردن باید که ترک کنید. چرا؟ کتاب الله و سنت پیغمبر. چه حجت قطعی؟ چه حجت؟ بحجت ان القرآن و سنت لا يعرفهما. دیدن شبهشونه قرآن سنت هیچ کی نمیفهمند. برای من
آیت ها رو تفسیر نکنه، آیت ها رو معنی دان نکنه، آیت و حدیث دور شه بهتون میگویم. ولا يفهمهما الا المجتهد المطلق، این فقط مجتهد مطلق میفهمد، هر چطور آدم میفهمد که ما سيبين بطلان مقالتهم هذه شيخنا احمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى ورعاه. چخیلی که روشنی می اندازد شیخ میگوید باطل بودن سخنی وی ها را شیخ ما شیخ احمد ابن یحیی النجمی الله او را نگهدار باشد در وقت حیاتش گفته است. الله اعلم. بعضیان در پای میگوید که مجتهد مطلق گفت. قد بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، شيخ محمد بن صالح العثيمين روشنی انداخته است في شرحه على هذه الأصول الستة، در شرح خود نسبت این 6 اصل، یعنی که شیخ معلوم است که شیخ عثیمین هم این 6 اصل شکوکرس روشنی انداخته است و در تحت همین 6 اصل چنین گفت، یعنی فلان تبع گفت، نام تبعش گفت، تبع دار ثریا، تعریف الاجتهاد. درباره اجتهاد چیست؟ فقال الاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، طاقت خود را صرف کردن، محنت کشیدن برای خاطری درک کردن یک کار مشکل. یک کار مشکل، این مشکل گویی پرتوین نمیفهمیش، و برای خاطری وی فهمیدن آدم چیکار میکنه؟ طاقت و تواناییت صرف میکنی، وقت میگذرونی، اما خیلی با میفهمی. این اجتهاد. و اصطلاحا در اصطلاح چیست؟ بذل الجهد لادراک حکم شرعی، یعنی طاقت و توانایی خود را صرف کردن برای خاطر حکم شریعت درک کردن. همین مردم از کجا میفهمن حلاله، مکروه، مستحبه؟ اینه اجتهاد کردیم، کوشش کردیم، تلاش کردیم. نعم. ثم سأذكر لك أخي القارئ الكريم، بعد زمان برای تو میگوید ذکر میکنم برادری خواننده گرامی، یعنی اینی که گفته شیخ حسین میگفته تعریف المجتهد المطلق، تعریف مجتهد مطلق را، او بمعنی یا که به دیگه معنی که هو المفتي، مفتي شم میگم، مفتي خودش مجتهده. فقد قال في ذلك الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، این شیخای سعودی میفرماید در کتابش تنبیه ذوی العقول السلیمه، گفته است که المجتهد المطلق هو العالم الذي يستفرغ وسعه بالنظر في الأدلة حتى يحصل له الظن الغالب أو القطع بحكم شرعي. شیخ عبید جابری میفرماید، چی میفرماید در کتاب خودش تنبیه ذوی العقول السلیمه؟ مجتهد مطلق و عالمی رو میگن که یستفرغ وسعه، تمام طاقت و توانایی خودش صرف میکند در چیکار کردن؟ در نگاه کردن، در دلیل ها دلیل میکند، از قرآن و حدیث دلیل میکند، حتی یعنی تا برای او گمانی غالب روی دادن یا که گمانی چی قطعی، یعنی تا به یک خلاصی این یا آن آمدن کوشش میکند نسبتی به حکم شرعی، نسبتی حکم شریعت با حکم شریعت میبرد، میگه که میشد یا که نمیشد. و هو الذي يبحث عن الحق بدلیله، این چنین کس را میگن که حق را با دلیل میکاود. فهمیدید؟ حق را با چی؟ با دلیل میکاود. نه بعد از آن یعنی که شاگرد شیخ با آیت ترجمه میکند لقد حق القول على اکثرهم، سوره آسمان میگه که مراد از قول در این آیت العذاب، یعنی عذاب واجب شده است برای اونها. و اکثرهم ای کفار العرب، کافر عرب گفته الذين ماتوا على الكفر، کسانی که به کفر مردن، در کفر مردن. مراد از غول یعنی کشان ها گفتیم که القیود التي تشد بها ایدیهم الى اعناقهم، یعنی کشان های رو میگن که به ریسمان های رو میگن که دستاشون بسته در گردنشون میپیچند. مقمحون ای رافعو رؤوسهم، سرشون بالا میبردارن. غاضوا ابصارهم یوم القیامت، یعنی که چی؟ چشمشون سرشون با چیکار میکنن؟ چشمش روزی خامد و هم فی النار، و ایشان در آتشی دوزخ هم گفته. بعد انشالله درس آینده چیکار میکنیم؟ شیخ احمد نجمی را انشالله
سخن خودشون تحتین میخونیم. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا.